یکی از دروغ‌های بزرگ مهاجرت که باید حواسمون بهش باشه اینه که خیلی‌ها فکر میکنن اگر پاسپورت استرالیا یا یک کشور دیگر رو داشته باشن میتونن خیلی راحت و آزاد مثلا برای سفر برن به یک کشور دیگه مثل آمریکا. ما این مورد رو از خانم نیلوفر علینیا پرسیدیم و بهمون اطمینان داد که ایرانی‌هایی که پاسپورت استرالیا دارن برای سفر به آمریکا و حتی برای گذر از آمریکا به عنوان ترانزیت فرودگاهی مثلا به مقصد کانادا حتما نیاز به ویزای آمریکا دارن. اما غیر ایرانی ها هم اگر از سال 2011 به بعد به ایران سفر کرده باشن، حتی اگه خیلی هم کوتاه باشه، باید برای ورود به آمریکا ویزا داشته باشن. به نقل از نیاماگریشن، ویزای مورد نظر میتونه به قصد کار یعنی ویزای B1 یا به قصد گردش و توریست باشه که اسمش میشه ویزای B2. نیلوفر علینیا معمولا توصیه میکنه برای ثبت درخواست این ویزا باید فرم DS-160 رو همراه مدارک مورد نیاز که تو وبسایت اداره مهاجرت آمریکا مفصل شرح داده شده آپلود کنید و هزینه رو هم آنلاین پرداخت کنید و منتظر باشید تا برای مصاحبه به سفارت آمریکا دعوت بشید. در حقیقت این قانون سختگیرانه صرفاً به دلیل کنترل شدیدیه که برای نظارت به ورود ایرانی‌ها و بعضی از کشورها وضع شده و به موقعیت و محل زندگی فعلی شما بستگی نداره. حالا هر سوالی داری همینجا بپرس تا خانم نیلوفر علینیا بهت پاسخ بده. مهاجرت مطمئن به استرالیا با وکیل مهاجرت نیلوفر علینیا.